سلام دوستانی عزیز، امیدوارم که همتون خوب و تندرست هستین. دوستانی عزیز، من خواستم کمتر گلام نشان دهم به شما. ای تریزه روشنی خش رو نشان نمیتیه در کامera گلورا. کمتر اگ من سیونکا کردم 1 منوت هم نه. برای ابیتا خواستم گلکرم بریان کنم. همش ششتا تازه کردم دخترا. در دیگ در آبی نمکین میمونم 1-10 منوت میجوشد. بعد گرفته بریان میکنیم. برای بریان کردنش 2 دانه تخم کمتر آب آرد انداختم، پیپره و نمک. خیلی بریان کردنش همه شما میدونه. اینجا من پیراشکی کردستم دوستانی عزیز. پیراشکی و چیبوره کردستم برای ابیتا. هم گلکرم، هم پیراشکی، هم چیبوره. من شما در زوالا گرفتنش نشان ندادم برای که وقتم کمترک بود. کمکی همی طرز بستنش نشان دادم. پیراشکی هم همش پیچانده شیدم. اکنون چیبوره کمی پیچانم همش. اینا دخترها من همش بیرون کرده گرفتم. گلکرمایم تیار شد. پیراشکی چیبوره کارم پخته گرفتم. اینجا دم جرغات خواب کرده بودم. اینم خیلی قیماق غلس گرفته بود جرغات. قیماقش عدل نگرفتم برای که یک جای کنم گفتم وای نمیشود. قیماقش به نیوه غلسه. بعد جرغات عدل نگرفتم. اینم خیلی دوستانی عزیز، امروزه ابیت ما تیار شد. ما برای ابیت اوقات نکردم و اینمی گلکرم و پیراشکی و چیبوره تیار کردم برای ابیتا. من 1 هفته در 1 بار 2 بار پیراشکی میکنم. در درونی پیراشکی اینمی کارتوشکا را میده میکنم. بعد زنجبیل دارم، زنجبیل های سالیانی اما را گرفته بلندر کتیب میزنم و تیزه کرده در درونی پیراشکی ها میندازم. اینجا دوستانی عزیز، ما 1-2 روز پیش خانه همسایه رفته بودیم. در خانه همسایه نون پختیم. نونای دیگدانی پختیم آوردیم. ما 8 بود 9 بود نون داشتم. پایاناش تا نچسباندم، هم بالاش تا چسباندم. تمام. نان دیگدانی به نهایت به مزه های دخترها. یگان وقت شوه با ما میرم نان پزیمه نشان میتونم به شما. اینجا دوستانی عزیز 1 روز دیگه ما پیش مولا رفته استم. مولای ما خونه و قدور نیسته. افتاب پریده استه. من گفتم که شام نشیده روم کمتر اوقاتیم شونه کمتر سیونکا کنم. پیش مولا رفته استم. چه خیلی میبینه اینجا در خونه های. اینجا مولا مونه دور نیسته. در ویدیوی پیشینه من نشان داده بودم این برچه ها را دوستانی عزیز. 15 اکتبر داشته بودن این برچه ها. اوجه همه چی را میخرن، چیزی بیتشان میخرن. این بوزای ما بگم برای و بوزای ما که در خونه خدمه نگاه میکنیم در آدم اموخته هم. چخواهی که میبینیم ما آمدم یاد نه اسم میرن نه اوسان پیشتا گرفته میستن پیش رفته. ای دست هرچی میتیم شونن نون میتیم پچاق یگان چی به دست ما میتیم اوجه اموخته شدگی هم. اینمی سرکه که میبینین همی کبوتر نصیب میره ماهای اپریل دا میکشیم.
حاضی به نزدیکی یک ماه هست دیگه. یک تای دیگه داریم و قشقاره او را میکشه. این زمستانه ده دوتا همین مالی کشیش موندگی. قشقاره میکشیم اول. قشقاره که کشتیم در جای قشقار با ایره میبندیم برای کشتن فر بهتر شود. انا یک قشقار یکمی دکبر در یک ساله شد. او سال آوردن شد یک همسایمون داد. من خودم به شیر کار میره در زمستان خنک شیر میخریدیم میدادیم شب با بطولکا کلون کردیم. چقدر که میبین انا میره ما میکشیم یک ماه پس میکشیم شد نسی باشه. اوجه بنیاید فربه شدگیه گفتم بیا نبندیم شد برای که گوشت خوردن نمیشه ایره. یک قواد گوشته یک قواد روغنه خوردن نمیشه. گفتن که نیمون بیسته ما وزن گیره گفتن خودش اگه در کامera ممکن مایده توفتسته باشه بنیاید بزباله شدگیه. خیلی نصیب با کشتن شد با نشان میتیم شما ده. ما یک قشقاره عدیل نبستگیم و پشه درونی آغلش نمیبروریم. همی یک میبروریم شد تگی پاشه توزه میکنیم با میدروریم شد میپشته او خود رختگی و پشه تا نمیبروریم. شوهر ما گفتم بیا بروریم شد بیرنا دا گرده. گفت نه مولی که میکشه باید که همی یک جوده محکم بیسته همی یک جوده میسته. خیلی نو یک 3 روز 4 روز شد که محکم میکنیم شد. اوقاتی مونه یک ماه زیاد شد ما هم در درون اوقات میدادیم شد با سرگوی میدادیم شد. 1-2 روز شد همی در درون اوقل محکم کردیم شد که هر سنه دوا وزنش کم میشه و گفته در درون اوقل میبندیم شد میخوام. بسیاری ها میپرسن که مالاتون ایختون ای یا که ایمو خزانتون ای خونه تون ای. این مالامون ما ایختمون ای. ما چند سال شده اینجا زندگی میکنیم. در اینجا مال حال کردگیم بگم همش ایختمون ای. مالو او قچم خدمون میخره با که که در کاشید میکشه میخرین. ما بسیاری بعد مال یکا که ندارم همی تا 20-21 میشه با کشته میخریم 10-12 تا میشه تا زمستانه. با خدا را شکر که 2 بزرگ داریم اما 2 بزرگ من بچه که کردک هر یتش 3 تایی 4 تایی بچه میکنن. اما یک بزی سفید کلونه که نشان دادم تو هوای 4 تا میکنه 1 سال در با 3 تا میکنه. این سال 3 تا کرده بود. خیلی 2 بز بسه 3 تایی 2 تایی بغزوله میکنن خودش چند تا بغزوله میشه. جای مرغامون کلانی خشوبای مرغامو بسیار نیست 20 دانه مرغای و این مرغا بیا 5 دانه. ما بیرون در سر نمیتونم شم بیرون در سر دادیم. یک نمود پرنده های همین میاید میکفونشون نمیخوره میکششون میخزه میروه برای هم سر نمیتونیم بیرون در. اینجا دوستانی عزیز ما کمتر گوشت خام داشتم. وقتی های مرزلینگ میبروری خونی گوشت میرود خیلی رنگش بیزیبک میشه. خوبش گفتم کمتر همی جرید کنم شونه بردارم. بعد یگون آش ده یگون شوربا ده با میندازی به مزه میشه. گوشت بریان کدگی با همی شوربای طبقه ده به نهایت به مزه میشه. خوبش گفتم بریان کرده بردارم و خوبه میمونی در مرزیل با میگیری با هم خیلی بود. من خیلی بریان کرده گرفتم. دوستانی عزیز در پناه الله باشین. رحمت به اون نفرانی که در تای کامنتاریا به نهایت گپای خوب می نویسن. ای همه شما می نداریم. تا ویدیوی آینده در پناه خدا باشید.